دوستان عزیز سلام علیکم. امروز 22 فوریه سال 2026 میباشد. قرار داریم در دهه چهارباغ ناحیه ورزوب در باغ من، باغ گروه انگور و باغ قرار داریم در نزد گلوس، نهال گلوسی 3 ساله. و من امروز به شما چخیل در کجاش آذوقه دادن درخت رو نشان میدیم. ما علاقه دیر کردیم، ما این کار رو ماه نوامبر آخرش، دکبر اولش، دکبر تا آخرش کردیم. در کار بود که تو حاضر این غذا محلول شود، لیکن حالا هم وقت هست، هیچ گپ نه، بسیار وقت نیست، کار بسیار دریغ نمیکنیم. ببینید همدیگران عزیز، ما چخیل آذوقه میدیم. من همین درخت، من این ریشه‌های هیکلی است، ریشه اسکلت میقپد کو زمین ده. این ریشه اسکلت است، اینجا میقپد. من این ریشه غوث رفتگی، این ریشه اسکلت نه هست، این نهال رو میقپد. از اینجا غذا کم میگیرد. غذا رو اساسا از اینو میگیرد. انا ریشه های غذا دهنده جبنده میگن. انا مایده مایده کو ریشه های جبنده میشود. این ریشه های غوث، ریشه های هیکلی یعنی که داشته میستد، نهال رو شامل نهفتاند. این ریشه های غذایی دورتر میدوند. دونستمانید تمام نهال ریشه غذایی در کجا جایگیر است؟ ریشه غذایی در همین تگ نوده، آخری نوده شما آمده است. من همین نوده آخرش آمده هستم. آخری ریشه شما در همین جایگیر است و غذا را باید شما در همین جا تید، در پیش کنده نتید. عادتا گلوراس بسیار پرو ریزه در بیخ کنده، این کسل می شود، این چپه می شود، این خشک می شود. غذا رو دور دادن در کار. عموما یگان نهال رو غذا رو در پیشش نمیتید، همه رو در راستی ریشه های جبنده میدهید. من مثال میگیریم در همین مثال ما، مثال نهال گلوسی ما، ریشه ها که در اینجا هستن، اینجا هستن. ما اینجا پرو ریختیم، من ببینید پوری کهنه، پوری سیاه ریختیم و این چونین امافاس ریختیم. این امافاس است، این امافاس است، اینجا ریختیم و اینجا رو پوبل میکنیم و ریشه های جبنده ما از انا همینجا جبیده میگیرد. این امافاس فسفر که دارد، زمین ما فسفر نداشت. ما انالیز گذراندیم در انستیتوتی زمین سازی و لوحی کشی و ما جواب دادن که زمینتون فسفر نمیرسد. برای ما فسفر رو کیلویه پرتفتیم و پرتفتیم بسیار تر پرتفتیم ده که زمین ما فسفر دار شود. فراموش نکنید که خاک زمینتون رو شما از سنجش اول گذراندنتون در کار برای باغ بنیاد کردنتون. شما دونید که چی غذاها نمیرسد برای نشونمای نهال شما، فسفر می، کلم، گوموس یا که ازود نمیرسد چیز. این رو انستیتوت لایحه کشی زمین، انستیتوت زمین سازی و لایحه کشی جمهوری تاجیکستان که واقع در پشت بازاری گیپرازیم دهقان بازار است، یک بنای 3 یا 4 اتاژه است، در آنجا میگذارانند. همه انالیز شما 400 تومان میشود و گمانم 400 یا 500 تومان میشود. در آنجا 6-7 پوزیشن رو میبینن. برده البته خاک رو سنج در اونجا، از هر جا واقعتون خاک گیرید، از چخوری نیم متر و 1 متر گرفته خاک رو نیسونده برید و شما سنجش گذارنده میتین. همداران عزیز من، هم خیلی حاضرم برای شما من ریشه رو کشیدم که نشان دهم که ریشه جبنده در کجا هست، ریشه هیکلی در کجا هست، که شما دونید که غذا رو در کجا پرتوید. یعنی که غذا رو از هیچ وقت در بیخی کنده نمیپرتوید، غذا رو از کنده دور میپرتوید. بعد از 2-3-4 سال وقتی که نوده ماه اینجا اومد، البته ریشه ما هم جبندهش اینجا میبیاید. ما غذا رو البته اینجا نمیپرتویم، البته اینجا میپرتویم، دورتر میپرتویم. هر سال نوده که طرف رفت، ریشه هم رفتن میگیرد. فکر میکنم که من نقص فهموندم، شما همه این کار رو فهمیدید. ما این هرچند دیرم کردگی باشیم در بریش درخت دیر نمیشود. این گلم کند من میبرم، برگم کند من میبرم، هیچ بریش دیر نمیشود. همداران عزیز، این بود درس درباره دادن غذا. اگر شما لایک مونید، من از شما بسیار مینادار میشم. در پناه خدا باشید.